با مقصد وسعت دادن به کارهای آبادانی و سازندگی، باز هم تحکیم بخشیدن حس افتخار از استقلال و آزادی، تمدن باستانی اعتراف شده، تاریخ قدیمی و پرغناوت ملت تاجیک و استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سال 2026 در قلمرو کشور، سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلام گردیده است. هدف این تشبث از یک جهت انجام دادن کارهای آبادانی و سازندگی در ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها باشد، از جانب دیگر بالا بردن سطح خودشناسی و خودآگاهی ملی اهالی بر پایه تاریخ باستانی و فرهنگ پرغناوت ملی محسوب می‌یابد. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان تاکید می‌نمایند که هر فرد این سرزمین و هر نورس و جوانی آن که با ریشه‌های تاریخی و زبانی و فرهنگی و معنوی با ملت و خلق تاجیک پیوند ناگسستنی دارد، باید با افتخار ابراز نماید که من تاجیکم. در واقع در شرایط جهانی شوی و تغییرات با سرعت اجتماعی اقتصادی، مسئله حفظ هویت ملی و تحکیم خودشناسی به یکی از سمت‌های مهمترین سیاست دولتی تبدیل یافته است. در شرایط جهانی معاصر که بین دولت‌های ابرقدرت، بین بعضی گروه‌های مخالف مناسبت‌های تیز و تند به عمل آمده ایستاده است. امروز در جمهوری تاجیکستان تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی جوانان و تمام شهروندان کشور امری ضروری به شمار می رود. واقعا هم امروز برای بلند برداشتن خودشناسی و خودآگاهی ملی شهروندان کشور تمام زمینه‌ها این مساعد فراهم آورده شده است. گسترش بخشیدن خودشناسی و خودآگاهی ملی، حس وطندوستی و وطنداری مردم و بلند برداشتن معرفت سیاسی و حقوقی اهالی کشور به خصوص جوانان و نورسان یکی از هدفهای اساسی دولت و ملت محسوب می‌یابد. طور رهبر دولت ابراز نمودند ترکیب، ماهیت و مضمون اندیشه‌های ملی را محبت و صداقت به وطن، افتخار از گذشته خود، حفظ ارزش‌های ملی و دستاوردهای استقلالیت بنیاد جامعه پیشرفته و متمدن شهروندی و در مجموع غایه اساسی دولت ملی تشکیل می‌دهد. همه‌جانبه گسترش بخشیدن خودشناسی و خودآگاهی ملی، حس وطندوستی و وطنداری مردم و بلند برداشتن معرفت سیاسی و حقوقی اهالی کشور به خصوص جوانان و نورسان یکی از هدف‌های امروزه رشد دولتداری ملی محسوب می‌شود. خودشناسی و خودآگاهی ملی روند است که در سطح معین انکشاف شخصیت در زیر تاثیر عامل‌های مختلف طرز حیات در زمینه مناسبت‌های جمعیتی، روابط متقابله بین آدمان، دولت و جامعه تشکل می‌یابد. در روند خودشناسی انسان مقام و نقش خویش را در مناسبت‌های متقابله طبیعت و جامعه درک نموده به آن می‌کوشد که در تنظیم و انکشاف مناسبت‌های جمعیتی سهم گذاشته به مناسبت‌های انسان و جمعیت تأثیر رساند. برای بالا بردن هویت ملی ما باید یکم زبان تاجیکی، زبان دولتی ما رو گرامی داریم. زبان ناب تاجیکی رو ترغیب و تشویق نماییم. تاریخ گذشتگان خود، تاریخ قهرمانی های خلق تاجیک رو خوب دانیم و به نسل نورس آن رو آموزانیم. تاجیکستان در زمان استقلالیت ملی با سیاست خردمندانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان توانست پیشرفت‌های نظررسی را صاحب گردد. این پیش از همه در راه خودشناسی و وطنپرستی تربیت نمودن نسل نورس می باشد. تحکیم حس خودشناسی و درک وطنپرستی و خودآگاهی ملی در این مرحله باز هم در آن ضرور است که ما تنها با همین درک و شناخت می توانیم وطن ما را از هر گونه خطرهای ایدئولوژی ایمن نگه داریم. در این مرحله روند خودآگاهی و خودشناسی مردم کشور گسترش تازه پیدا کرده، حس افتخار ملی، احساس وطن دوستی و وطنپرستی آنها بالا می رود.